Minecraft Update. درود بر تو ای دوست. امروز قرار آپدیت و دراپ جدیدی که موجانگ بیرون داده رو با هم بررسی کنیم و ببینیم چه چیزی دادن بیرون و چه چیزایی قرار اضافه شه. پس بدونید معطلی Let's go. Of you, the shells are one of my favorite features from the Copper Age. The Copper Age is just days away. It's introduced. رابرت شبیه داشاقه. Using the new cutest mob in the game, the Copper Golem. My favorite thing is the way its head turns. And it's like something like this. خب ما داخل آپدیت جدید قرار کاپر گولم رو داشته باشیم که میتونه چستامون رو مرتب کنه و کلی کارهای بال کنه و خیلی کیوت و گوگولیه که به نظر من داخل بازی میتونه به هاردکور پلیرها خیلی کمک کنه و چستاشون رو مرتب کنه. Future drop comes with the Nautilus, Zombie Nautilus with Drowned On, and Despair. قرار ماب جدیدی اضافه شه به نام ناتلیوس که با پافرفیش راه میشه و میتونید روش زین بزنید و داخل دریاها سفر کنید. جالبیش اینجایی که وقتی سوار این ماب هستید اکسیژنتون کم نمیشه و ثابت میمونه و این به شدت کاربردیه و میتونید زیر دریا بیلد کنید و کلی کارهای خفن انجام بدید. The spear has two modes of attacking. One of them is a بابا jab, and the other is a باریکن. charge. نایس. ما داخل آپدیت های قبلی میزو داشتیم که بر اساس ارتفاع دمیج وارد میکرد و هر چقدر که ارتفاع بیشتر بود همونقدر هم دمیج میزد. حالا ما داخل این آپدیت نیزه رو داریم که بر اساس سرعت دمیج وارد میکنه و هر چقدر که سرعتت بیشتر باشه همونقدر هم دمیج میزنه و به نظرم سلاح خوبی میتونه باشه. نه این امکان نداره. نه خب همونطور که دیدید ما داخل آپدیت جدید زامبی داریم، اسب زامبی که زامبی روشه که نیزن دستشه که خیلی بده میدونم ولی خب بیایید به نیمه پر لیوان نگاه کنیم. از این به بعد اسب زامبی تو دنیامون اسپام میشه، خیلی خوبه. ناموسن؟ Are you ready? Yes, sir! Set, ready, go! No. Watch Minecraft live. و بله میبینیم که با این نیزه کارمون آسان تره و طبق گفته‌های خودشون قراره دریاها با ماب ناتیلوس خیلی بهتر شه و داخل دریاها بتونید کارهای خیلی بیشتری انجام بدید، مثل همین ساخت سازه ها. و حالا در واقع این کارو شما با ماب ناتیلوس خیلی بهتر میتونید انجام بدید، چون وقتی سوار ماب ناتیلوس هستید اکسیژنتون کم نمیشه و خیلی میتونید کارهای خفنی انجام بدید با این ماب. The Nautilus. So, the Nautilus is a new underwater mob you find in the oceans. چه دافی بخورینه. It has a very cool motion. It sort of uses its tentacles to propel forward, and it has a similar movement to the Happy Gas, so it like has an abrupt turn. It's like the happy gas of the seas. Wow. There's one thing in particular that is really cool, I think, with the Nautilus, and that is that you can tame it, and when you have tamed it, you can ride it. Yes, the Nautilus is a mob you can ride on, and in order to 2,000 years later. و چیزایی که هستش وقتی سوارش میشید اکسیژنتون کم نمیشه و این خیلی خوبه. میتونید زیر آب با اکسیژن کامل بازی کنید، بلاک‌ها رو بکنید و بیلد کنید که این خیلی خوبه و این باعث شده که این ماب خاص باشه. و البته که با این ماب میتونید مثل دولفین بپرید که خیلی جالبیه و بامزه است.
there is Nautilus armor. بله درست شنیدید. میتونید روی این ماب آرمور بذارید، آرمور طلایی، مسی و حتی دایموندی که خیلی جالبه و انگاری که یه آرمور جدیدم که انگاری از یک زامبی به دست میاد رو میتونید روی این ماب قرار بدید. Regular one who's like normally a bit more orange, more golden. The zombie Nautilus spawns with a drowned on top of it, so it's quite... بله زامبی دریایی میتونن روی این ماب بشینن. You get the drowned with the trident, throwing tridents at you, and then the Nautilus charging at you. So it's quite a deadly combo. It is. I think بخورینه بخورینه. و بله با پافرفیش میتونید 2 ناتیلوس رو به تمدن برسونید و بیبی ناتیلوس به دست بیارید و بیبی ناتیلوس رو بزرگش کنید. and it's also pufferfish that you use to make a water-breathing potion. خب دوستان نوبتی هم باشه نوبت رسیپی ساخت نیزه است که با 2 استیک و یه دونه آهن یا حالا طلا و دایموند ساخته میشه. خب دوستان باید چیزی که راجع به این نیزه بگم اینه که همونطور که اول ویدیو گفتم مثل میس کار میکنه. همونطور که میس دمیج بی نهایت میداد بر حفظ ارتفاع، نیزه دمیج بی نهایت میده بر حفظ سرعت. Damage to deal with it. Once the spear is lowered, then it's gonna be still, and this is the ideal state of the spear because it's gonna deal damage, it's gonna deal knockback, and it's gonna dismount. Then the spear starts shaking, then you can no longer dismount targets, and eventually it drops down. It can still deal damage, but no knockback. And finally it raises back up, and then you have to lower it again. It's kind of like the spear is really heavy, so you can only hold it like for a while and then start. And right, also like the better tiers are even heavier, which also makes sense. Like players are gonna be able to do a lot of different things with the spear. Like I'm thinking jousting, but you know, horse jousting. But why not Nautilus jousting? با این نیزه با الایترا وای. Or attacking from the sky with Elytra. Jumping down off the happy gas and then flying into your enemies. We're not the only ones who get this new weapon. So the zombie horse now spawn with the zombie holding a spear in its hand. خب برادران از این به بعد زامبی هورس یا همون اسب زامبی داخل مپ سروایولتون به طور خودکار یا حالا هاردکورتون اسپان میشه و دیگه نیاز نیستش حتما از کریتیو اسپانش کنید. And the zombie horse will also spawn for the first time in survival mode. So it's already pretty dangerous going around at night, but now there's gonna be one more danger because there's gonna be zombies with spears on zombie horses. Zombie squared, a lot of zombies. تا ویدیو بعدی